پس از حمله به کروک سیتی هال نزدیک مسکو عذاب و شکنجه هزارها مهاجر تاجیک در قلمرو روسیه سخت‌تر شد. بعضی مهاجران از ترس پلیس روس به تاجیکستان فرار کردند و دیگران را اخراج نمودند. سینو سعیدوف 40 ساله ساکنی ناحیه شهر توس که در شهر سمر روسیه ساختمانچی بود، بعد از حادثه ماه مارس در مسکو با فشار و تعقیب شدید روبرو شد. 2 ماه پیش او را برای 10 سال از روسیه دیپورت کردند، ولی سبب دیپورت را به او نفهماندند. حالا این مهاجری دیپورت شده در شهر باختر همان کاری را که در سمر میکرد با معاش کمتر انجام میدهد. کار سال استوایی میکنم، همینجا استوایی میکنم. دیپورت میکردم 10 ساله 2008 رفتم 13 ساله رسیدم شهر سمر دیپورت میکردم. در ماه‌های اخیر اخراج مهاجران در فرودگاه‌ها و مرزها هنگام ورود به روسیه بیشتر شده است. مهاجران میگویند که حالا مقامات روس به قانون، درستی حجت‌های مهاجران و دانستن زبان روسی اهمیت نمی‌دهند. شادمانبک حضرتوف مهاجری سابق از شهر باختر درباره مشاهده و شنیده‌هایش چنین نقل کرد: حجت دارند، آنها را هم پرویرکه کردند، آنها را هم دیپورتاسیون کردند، آنها را هم گودباری نکردند، آنها را هم برده در حبس مأموری موقتا جایگیر کردگیان. همه حجتاشون هستند. آدمایی که حجت نداشته باشند میبرند یک 10 روز 15 روز یا 20 روز یا زیاده یا کمتر در همون حبسایی که وای میگن اسپیتسپریام میگن همونجا دستگیر میکنن، بعداً به دولت روی میکنن. طبق معلومات رسمی از فرودگاه شهر باختر هر هفته مهاجران دیپورت شده توسط این خطر به وطن برمیگردند، ولی آمار دقیق افشا نشده است. تنها در 3 ماه توسط 2 فرودگاه ختلان بیش از 3000 مهاجر دیپورت شده وارد کشور شدند. بر اساس خبر آژانسی هوانوردی در 6 ماه اخیر از فرودگاه‌های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان اخراج شده‌اند. مهاجران میگویند که اکثریت آنها به یگان دلیل در فرودگاه‌ها و مرزها بازداشت و اخراج می‌شوند.